سلام، خوش اومدید به اسلو برفی، اسلو سرد. همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم دما -8. پشم و پیلیام ریخته. درست نروژ سرده ولی خب -8 دیگه نداشتیم آخه. بعد من الان استاوانگر زندگی میکنم. استاوانگر مثلا معمولا 0 درجه پایین تر نمیره، مثلا تو سال شاید یه هفته زیر 0 باشه. مثلا کمترین دمایی که تو استاوانگر دیدم امسال -5 بود، ولی اینجا امروز مثل این که پایین ترین دماش -12 میرسه. خلاصه که اینجوری. حالا چرا من اومدم اسلو واسهتون تعریف میکنم. جایی که الان هستم یه پارک خیلی معروفه تو اسلو که به تعداد زیاد مجسمه‌هاش معروفه و کانسپتی که این مجسمه‌ها دارن همشون لختن و بیشتر از 212 تا دقیقاً 212 تا مجسمه هست اینجا و فکر میکنم که مجسمه ساز همشون هم یکیه، یه نفره. اینجوریه مجسمه ها، همشون منشوری، همه اینا مجسم است. غیب میگم برف رو میبینی؟ فکر میکنم دریاچه بوده اینجا. برف نمی هم داره میزنه ولی چیز خاصی نیست. خب دلیل سفری که من الان اومدم اسلو، سفر یه روزه هم اومدم، دلیلش اینه که بعد می اومدم که مهر خروج دانشجویی رو از سفارت ایران بگیرم، چون من تو شهر استاوانگر دارم زندگی میکنم. سفارت ایران اونجا نیست، سفارت تو اسلوه و برای گرفتن مهر خروج دانشجویی من باید می اومدم سفارت. حالا مراحلش رو الان واسهتون توضیح میدم. کسایی که مثل من دانشجوان شاید به دردشون بخوره خارج از کشور و کسایی هم که فکر میکنن که دانشجو اگه باشی خارج از کشور نمیتونی برگردی ایران سر بزنی، شاید خب واسه شون سوال باشه و جوابش رو بگیرن با این ویدیو. اینجوریه که شما اول وقتی که با وثیقه از ایران خارج میشی، حالا اون مراحلش رو شاید توی ویدیو دیگه توضیح بدم که چجوریه وثیقه گذاشتن و مراحلش چجوریه، ولی خب اینی که الان دارم میگم مرحله بعدشه دیگه. در واقع کسیه که وثیقه رو گذاشته اومده خارج از ایران داره تحصیل میکنه و میخواد بره ایران سر بزنه. اینجوری که شما اول باید برید تو سامانه میخک، اونجا مدارکتون رو آپلود بکنید، تشکیل پرونده بدید و اونجا یه سری مدارک ازتون میخواد. پاسپورتتونه، آخرین مهر خروجتون از فرودگاه ایران، ویزاتونه، کارت اقامت اون کشوری که هستینه. این چیزا رو آپلود میکنید. مدرک اشتغال به تحصیلتون هم که مهمترینشونه دیگه، از دانشگاه باید بگیرید و آپلود کنید. اینا رو که آپلود کردین تشکیل پرونده میدین و اون یه مدت زمانی طول میکشه که از طریق اون سفارت کشوری که توش تحصیل میکنید تایید بشه پروندهتون. اون پروندهتون که تایید میشه، حالا اگرم میبینید که مثلا چند وقت گذشته و تایید نشده، حتما زنگ بزنید به سفارت. واسهتون تا زنگ بزنید انجام میدن. واسه من به شخصه مثلا 1 ماه طول کشید تا پرونده‌ام بخواد تایید بشه، ولی خب دوستم همون 1 روزه مدارکش رو آپلود کرد و زنگ زد گفتش مدارکم رو من آپلود کردم تایید کنید. همون روز واسهش پشت تلفن تایید کردن و کارش راه افتاد. اینجوریه که مدارک تایید میشه. بعد شما میرین تو همون سامانه میخک، یه درخواست پر میکنید، درخواست
مهر خروج دانشجویی. مهر خروج دانشجویی رو که اون قسمت رو وارد میشید، دوباره عکس پاسپورتتون و آخرین مهر خروجتون از کشور و نامه اشتغال به تحصیلتون از دانشگاه به روز رو میخواد. اونو که دوباره آپلود میکنید، اون دیگه نیاز به تایید نره، یه رسید بهتون میده و فقط لازمه که اون تو سایت ثبت شده باشه، تو سامانه میخک. بعدش میرید سفارت و اصلا چیز دیگه یه نمیخواد، فقط با پاسپورتتون میرین سفارت، نوبت میگیرید و همونجا کارتون انجام میشه دیگه. البته برای من صف طولانی بود، یعنی 1.5 ساعت من منتظر بودم که نوبتم بشه و کارم انجام بشه. انجام شد و الان من مهر خروجمو گرفتم. عکسش هم الان واسهتون میذارم که مهره چه شکلیه. این مهره برای هر سال تحصیلی باید تمدید بشه. مثلا الان مهری که من گرفتم، با اینکه الان تو ماه دسامبر هستیم، تا دسامبر میشه دیگه، اواخر آذریم، الان اواخر آذر دیگه مهرش اینجوری نیستش که 1 سال اعتبار داشته باشه. این مهر تا آخر شهریور سال بعد اعتبار داره. در واقع هر سال تحصیلیه، به مدت 12 ماه نیست. شما اگه مثلا 6 ماه هم مونده باشه به انتهای سال تحصیلی، اون 6 ماه اون اعتبار رو داره و بعدش دوباره باید تمدید بشه. این مهره هم به شما اجازه میده که شما 3 بار به مدت 4 ماه مجموعاً بتونین ورود و خروج داشته باشین تو ایران. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من الان میخوام 3 هفته برم ایران، این 1 بار حساب میشه مهر خروجه و من میتونم 2 بار دیگه به مدت مجموعاً 3 ماه و 1 هفته دیگه هم ایران باشم، که دیگه نیازی نمیشه، بعید میدونم کسی بخواد 3 بار به مدت 4 ماه ایران بره. و جوریه که شما اون وثیقه رو که گذاشتین یه جورای دیگه کاور میکنه هر سالتونو. و بعد از این 3 سال هم، حالا من اطلاعات دقیق ندارم، ولی بعد از این 3 سال هم که تحصیل شما تموم میشه، اگه واسه ارشد رفتین البته مثل من، که شما درخواست میدین که این وثیقه‌ای که گذاشتین ضبط بشه و بعد از اون دوباره میتونید درخواست بدین، درخواست مهر خروج دانشجویی، مهر خروج بدین، دیگه دانشجو نیستین دیگه. و مثل این که میگم، باز مطمئن نیستم، این اجازه کمتر میشه ولی خب حذف نمیشه. یعنی استرس اینو نداشته باشین که خب من دانشجوییم تموم شد دیگه نمیتونم برگردم ایران. نه، اینجوری نیست. شما تحصیلتون که تموم میشه، باز هم میتونید به مدت 3 ماه و مجموعاً 2 بار ورود و خروج داشته باشین به ایران. و حالا بعدش هم که دیگه ایشالله پاسپورت میگیرید و دیگه اصلا نیازی به این کارا نیست. خب از این موضوع که بگذریم، میرسیم به ولاگمون که من ساعت 7 امروز پرواز داشتم، 7 صبح. کلا 45 دقیقه پرواز بود دیگه. من 8 پروازم نشست و 8 دیگه یه جورایی تو اسلو بودم. یه قطار داشت از اون فرودگاه اسلو به مرکز شهر اسلو که 120 کرون بود تقریبا، که می اومد تا مرکز شهر. و از اونجا دیگه من اسکوتر گرفتم و اومدم تا سفارت و کارم هم 1.5 ساعت 2 ساعت اینا طول کشید و الان از سفارت اومدم بیرون. یه پارک نزدیکش، این پارک هم گفتم یکی از معروف ترین پارک های اسلو، شاید معروف ترینش باشه. اومدم اینجا، حالا یه چیزی خوردم و دیگه قراره بقیه روز یه گشت و گذاری با هم داشته باشیم تو اسلو. بعدش دیگه من ساعت 8:30 شب دوباره پرواز برگشتم به استاوانگر. در واقع 6-7 ساعت وقت دارم که شهر رو ببینم. تا جایی هم که برسم دوست دارم که جای مختلف اسلو رو ببینم. حالا هر جا که رفتم به شما هم نشون میدم، شما هم ببینید که زمستون اسلو چه شکلیه دیگه. تو دمای -8 درجه اینا چیکار دارن میکنن. خب این مجسمه که پشت من میبینید بزرگترین مجسمه این پارکه که از یه عالمه آدم لخت تشکیل شده رو هم و خیلی معروفه دیگه. بریم از نزدیک ببینیمش. اینم 2 تا رفیقن که با هم قهر کردن
ولی خب خیلی شبیه هم نیستن، یکیشون واقعا مو نداره. این هم که یه سری بچه‌ن رو آقا و خانوم هم که در عین بی‌ملاحظگی روی بچه ها خوابیده و روی آقا همگی با هم. این معروف ترین مجسمه این پارکه. این دستش رنگ و روش رفته چون همه میان به این یه دستی میزنن واسه همین. همه پشت ما جمع شده بودن. چرا؟ پشت سر من مهد کودک بچه ها رو آوردن بیرون تو سرما، تازه دارن آواز هم میخونن. نگاه همه‌شون هم سفید پوشیدن. همونجور که شاید بدونید نروژ کشور پادشاهیه. البته خب شاه اینجا هیچ کار است و اینجا کاخ شاه نروژه. کاخ خیلی عجیب غریبی نداره ولی خب ساختمون قشنگیه. در حال حاضرم هارالد پنجم شاه نروژ هستش. این مجسمه ای هم که جلوی کاخه نمیدونم مجسمه کیه ولی مجسمه خیلی قشنگیه. اونم که کاخ هارالد پنجم. خانواده سلطنتی دیگه، فقط شاه اون تو نیست، بقیه هم بچه‌هاش هم هستن. اینجا همون خیابون منتهی به کاخه، همونطوری که می‌بینید کاخ پشت سر منه. اینجا هم یه خیابونیه که همه میان قدم میزنن توش. اینجا هم یه بازار کریسمسی تشکیل شده. الان که نزدیک کریسمسی همینجا دکه زدن و ببینید توشون چی داره. الان تو مرکزی ترین بخش شهر هستم و اینجا هم که پشت سرم میبینید کلیسای مرکزی، کلیسای اصلی اسلوه، اینجوری بگم بهتره. و شهر اینجا خیلی قشنگه. حالا خود کلیسا هم دیدم قشنگ بود ولی خب به قشنگی خیابونا و هیاهوی شهر و مردمش نیست. توی اسلو قشنگ آدم حس میکنه که تو اروپاست. تو استاوانگر بیشتر اون طبیعت اطراف شهر قشنگه و اون ویویی که به دریا داری و بندرش و اینا قشنگه، ولی خب تو اسلو خود شهر خیلی قشنگه، ساختمونا، خیابونا، تیپ مردم. آره اسلو بیشتر اروپایی میشه گفت از استاوانگر. رسیدیم به نماد اصلی شهر اسلو که اپرا هاوسشه و به معماری قشنگش معروفه دیگه. اینو فکر میکنم زاها حدید طراحی کرده و کلی توریست میان که فقط این ساختمونو از نزدیک ببینن و باهاش یه عکس بگیرن. خیلی قشنگه.
اون کابینایی که کنار آب میبینید، ببینید این کابینای که روی آب هستن اینا سونا هن. تو زمستون مردم میرن اون تو، میرن سونا و میپرن تو آب دریا، تو آب یخ دریا. حواسم نباید دوتاشون پریدن تو آب، باورم نمیشه تو این سرما. نگاه شنا هم داره میکنه تو آب، میبینی؟ خب من از این مسیر اومدم بالا و رسیدم به اینجا که ویو شهر رو ببینیم از این بالا با هم. اینم بندر اسلوه که همونجور که میبینید اون کشتی هم لنگر انداخته اینجا. اینی که میبینید این قایق نیست، این اثر هنریه. اینم از ویوی این ورش. قبول داری اونایی که تو این ساختمون کار میکنن خیلی عشق میکنن؟ نگاه کارمندی و صفا برقرار. دیگه بریم ویدیو رو تموم کنیم. در آخر من اسطوره رو پیشنهاد میکنم حتما بدیدن، شهر خیلی قشنگیه، ولی خب فکر نمی کنم بیشتر از 1-2 روز احتیاج داشته باشیم واسه دیدنش. سابسکرایب و لایک فراموشتون نشه، یه کامنتی چیزی، یزید نباشید دیگه. پس فعلا تا ویدیو بعد، مخلصم، خداحافظ.